жұмыртқалары алынғаннан кейін 3 ҳафта лозим аст то ин кирмакҳо ба магаз табдил ёфта ба хӯрдани партов сар кунанд. шамамен 3 ҳафтаның ішінде این لشکری مگس‌ها را یک بیولوژی قزاق برای مبارزه با مشکل اکولوژی پرورش کرده است. آنها می توانند ماهی 15-20 تن زباله یا پرتو ارگانیکی را هضم کرده از آن نوری‌های فایده‌آور و برای کشاورزان مهم تولید کنند. اینجا ما مگزهای سیاه را پرورش میکنیم. برای این به ما حرارت معین، روشنایی مخصوص و نمی لازم است. همه این عامل‌ها نظارت میشوند. ما اینجا محیط صنعی را به وجود میاریم. 40% زباله ها در قزاقستان از پرتوهای ارگانیکی یا باقی مانده های غذایی عبارت است. تنها یک قسم کمیان کار کرد می شود، قسم زیادی آن به پرتوگاه می رود. در قزاقستان، کشوری از نگاه اقتصادی ثروتمند آسیای مرکزی، مشکل پرتوگاه های ضررآور و خطرناک همان حل نشده باقی می ماند. در کلانترین شهریان الماتا، فعالان زیست محیطی و صاحبکاران اکولوژی تمام تلاش را دارند تا از راه‌های دیگر و الटरनेटिव्ی کارکرد پرتوها استفاده برند. پاشلی. لیلا محیدینووا هم با یک اقدام نه چندان کلان کوشش دارد سهم خود را در این کار گذارد. وی در واتساپ گروهی را با نام اکو گواردینز تأسیس داده است که آنجا همه در موضوع کارکرد پرتوها و ضرر و پیامدهای آن صحبت می‌کنند. چون این چت‌ها مهمند. از بیرون شاید کار ما شبهناک به نظر می‌رسد. گاهی حتی خویشاوندانمان فکر می‌کنند که ممکن ما دیوانه‌ایم. محض به همین خاطر ما باید یکدیگر را دستگیری کنیم. آدمان باید دانند که تنها نیستند. محیدینووا میگوید برای کم کردن ضرر به محیط زیست و بیش از 20 سال باز برای خود لباس نخریده است. عموما بسیاری ها میگویند تو به تنهایی چی کار کرده میتوانی؟ آدمان هر چی را هر جای خواستند میپرتایند. ولی اگر همه ما چنین فکر کنیم، عاقبت فلاکت اکولوژی رخ میدهد. اما هر یک کس اگر 1 کیلوگرم پرتو جمع آورد، ما 2 میلیون نفریم در شهر. 2 میلیون کیلو پرتو را میتوانیم بی‌ضرر کنیم. با باور حامیان محیط زیستی، مهمترین چیز بالا بردن فرهنگ کارکرد و به مردم رسانیدن آن است که چگونه به پرتو یا اشیاءها میتوان عمر دوباره بخشید یا دوباره آنها را مورد استفاده قرار داد.